بیننده های گرامی، کشور ما افغانستان دارای بهترین آب و هوا و محیط زیست می باشد. برای گردشگری و تفریح برای شهروندان داخلی و خارجی بسیار یک محیط مناسب است. همچنان گردشگران خارجی از این همه خوبی ها طبیعت استفاده کرده می توانند. یکی از چالش های عمده در این راستا عدم موجودیت هتل های معیاری می باشد که یک شهروند با تعیین نمودن مسافه طولانی نمی تواند در یک روز گردشگری کند و دوباره بر خانه خود برگردد. ممکن یک شب یا چندین شب باقی بماند. باید در محل مذکور جای بود باش امن باشد. این موضوع باعث می شود که تعداد گردشگران افزایش یابد. با افزایش تعداد گردشگران یک منبع پردرآمد خوب و مطمئن برای مردم و حکومت می باشد. زیبایی های سالنگ را تماشا نمایید.